و شاگردی رزق‌الدین رجبوف با میرزویف سیف‌الدین ناکام شد و فروخ صابیروف را میبینیم در برابر شاگردش. فروخ صابیروف نورعلی امامعلی نورعلی را همراهی میکند. امامعلی نورعلی اونه که با جودوگی سفید به میدان رقابت میبراید در برابر سعید اسرار سعید جلالزاده رقابت میکند. باور خوجامجیدوف داوری درجه بین المللی این آزمایی را داوری خواهد کرد. در همان لحظه اول یک پرتابی بالای شانه از سوی سعید جلالزاده بود ولی تا به آخر نرسید. جیبه دیگر نیز کوشش میکند همان پرتاب بالای شانه را استفاده کند. ایدیبک باز یک تن از دست پروران شرال بازاروف ورزشگر 19 ساله هست با جودوگی کهوت در برابر امامعلی نورعلی ورزشگر 18 ساله. مربیان نیز همه در حال توصیه و مصلحت پیشنهاد کردن به ورزشگران هستند و شاگردان خویش، ولی از دور گلم خارج شدن، از مربع خارج شدن، ولی با سبب کمکاری اینجا دومین کارت زرد کارت زرد و امامعلی نورعلی، نه اولین کارت زرد شید و رقابت ادامه می‌یابد. دوستان عزیز رقابت ادامه می‌یابد و هنرنمایی این ورزشگران با یک عملکرد جذابی اوساتوگاری بود اگر اشتباه نکنم دوستان عزیز به پایان رسید. چی عملکرد جذاب و چی هنر و استعداد خوب به نمایش گذاشته شد که این را در نوارهای تدریجی خواهیم دید. احسن ایدیبک سعید جلالزاده واقعا یک هنر شایسته تحسین نشان داد. بار دیگر میبینیم دوستان عزیز اینجا زیدی حمله بود، اگرچه با همون روش معمولی که با ساتوگاری از سوی حریفش بود. اوساتوگاری پر اوساتوگاری این است همون عمل کرده که استفاده شد دوستان عزیز.